الحمد لله على كل حال. در اینجا درس ما و شما آغاز پیدا میکند به کتاب التوحید، کتاب محمد بن عبدالوهاب است. حلقه دومی کتاب شروع کرده گستیم و صاحب کتاب با بسم الله آغاز کرد. بسم الله به خاطر ازی که در قرآن ذکر شده، بسم الله به خاطر ازی که در حدیث ذکر شده، بسم الله به خاطر که راه و روش صحابه بوده است و کسانی که مصنف بودن با بسم الله آغاز کردن، اینها هم به مو اقتدا نمودند. و بعد میگه و به نستعین، و به الله کمک میخواهیم و به او و علیه توکل، و به ای الله توکل میکنیم. بعد از او کتاب التوحید میگه، کتاب التوحید را ذکر میکند. در اینجا ببینید کتاب التوحید نام اصلی از این کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید بوده. کتاب توحید او کتابی که او حق الله هست بر بالای بندگانش، که از امو حدیثی که در بعدن می آید از او گرفته شده است که اونمو توحید است که الله را به یگانگی عبادت کرده شود. در اینجا یک آیت را ذکر میکنه. کتاب کی است؟ جمع تمام موضوعاتی که مربوط به توحید می شود در این جمع شده، به خاطر از این کتاب میگه، یعنی مجموعه و عناوینی که در این جمع شده عبارت از در مورد توحید می باشد. این توحید ذکر کرده. و بعد از او یک آیت را میگه و قول الله تعالی، و قول الله سبحانه و تعالی است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و نیافریدیم مای نافیه هست، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و نیافریدیم جن و انس را الا لیعبدون مگر به خاطری که مرا عبادت بکنند. و مفسرین درباره از الا لیعرفون تا اینکه مرا بشناسند، الا لیحودون تا اینکه مرا به یگانگی عبادت بکنند. این حرفها را در اینجا میزنند، الا لیعبدون مگر تا اینکه مرا به یگانگی عبادت بکنند. از اینجا مصنف رحمه الله در قدم نخست آیت را ذکر میکند و بعد از او در پایین همین آیت فواید را ذکر میکند. فواید اینمی چرا برداشتی عزیز که در این آیت اشاره میکنه که حکمت آفرینش جن و انس در اینجا در این آیت معلوم شد که فقط عبادت بوده است. پس از اینجا معلوم میشود که الله سبحانه و تعالی تمام خلائق را آفریده است به خاطر یک هدف آفریده است و به خاطر حکمت آفرینش تمام مخلوقات بالخصوص جن و انس عبادت می باشد. اینجا حکمت آفرینش جنیات و انسان را در این آیت اشاره می کند که این عبادت می باشد. به خاطر امین است که الله سبحانه و تعالی تمام چیز را آفریده است. ببینید مثلا الله زمین، آسمان، تمام چیز را آفریده است. در روی زمین تمام چیز را برای ما آماده نموده و آفریده است. الذي جعل لكم الارض فراشا، الله و ذاتی است که برای فایده شما زمین را هموار گردانیده است. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، و الله ذاتی است که خلق لكم لام برای انتفاع است که آفریده برای شما آن چیزی که در روی زمین است، لکم برای فایده شما آفریده است. پس از اینجا معلوم می شود که همه چیز را به خاطر ما آفریده. هدف آفرینش تمام چیز برای ما انسانها بوده است. پس اینجا سوال خلق می شد که هدف از آفرینش ما چی هست؟ ما را به خاطر چی آفریده الله سبحانه و تعالی؟ الله میگه لیعبدون، ما انسانها و جنیات و انسانها را خلق کردیم فقط به خاطر عبادت، تا اینکه ما را عبادت بکنند، به یگانگی عبادت بکنند.
از اینجا معلوم میشه که حکمت کتاب را اگر باز بکنیم در فیه مسائلون، از اینجا معلوم می شود که حکمت آفرینش جن و انس ای چی بوده است؟ عبادت بوده است، توحید بوده است. اینجا امام محمد ابن عبدالوهاب عبارت از این آیت را که میارد الا لیعبدون، اینجا عبادت را به توحید، توحید را به عبادت تعبیر میکند. در اینجا اگر دقت بکنیم، به خاطر اینکه توحید جنگ و جنجالش، کشمکشش بالای اینمی توحید عبادت بوده است که عبارت از توحید الوهیت سبب کشمکش بوده است، سبب ریختاندن خونها که یک طرف کافر و یک طرف دیگری موحد بوده است صورت گرفته است. به خاطر امین کتاب التوحید و بعد از اون مستقل آیت را ذکر میکند که های انسانها اینقدر غافل نباشید که هدف از آفرینش شما خوردن و نوشیدن و خوابیدن تنها نیست، بلکه لیعبدونی، تا اینکه الله را به یگانگی عبادت بکنید. اینجا تفسیر درباره این آیت ذکر میکنه الا لیحودون. عبدالله ابن عباس و اینها میگه مگر مرا عبادت بکنید یعنی یگانگی عبادت بکنید. درباره این آیت الا لیعبدون، علما عبارت از کسانی که شرح میدهند کتاب التوحید را، شاگردان محمد ابن عبدالوهاب، نبرهایش، بالاخره امین آل شیخ تا آخر که میان کسانی که این آیت را میخواهند بیان بکنن، باز الا لیعبدون در زیر از یک سلسله درباره عبادت تعریفات را میارند. عبادت در لغت به معنای تدلل و فروتنی هست، لیعبدون، و در اصطلاح اونمو سخن ابن تیمیه را در همین جا میارد که العباده، عباده را میگه، این عبادت را میگه اسم جامع، این اسم جامع است لکل ما یحبه الله و یرضاه، برای هر آن چیزی که الله دوست دارد و از او راضی می شود. بالاخره من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، که امین چیزهایی را که انسان یحبه و یرضاه الله انجام میدهد تا اینکه الله راضی می شود و او را دوست دارد، چیست؟ از افعال است که از کردارها، اقوال از کردار یعنی گفتارها، و اعمالهای ظاهر و باطن که مربوط به قلب می شود و ظاهرهای اعضا و اینها می شود. این همه را در اینجا سخن محمد، سخن ابن تیمیه را در اینجا می آورند. پس از اینجا معلوم می شود که عبادت هم در نزد شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب هم این اسم جامع بود است، تنها برای یک نماز خواندن و روزه گرفتن تنها خاص نشده است، بلکه اینجا برای تمام امور در اینجا در بر میگیرد که عبادت داخل می باشد و اینا را عبادت گفته می شود. در نماز و در روزه و در زکات و بالاخره در همه ازی داخل می شود. بالاخره عبارت از توحید این عبادت گفته می شود چون دری داخل می شود. الا لیعبدون، اون عبادت، الا لیحودون، تا اینکه مرا عبادت بود. توحید در اینجا به معنای عبادت آمده و عبادت در اینجا الوهیت، توحید الوهیت اشاره میکند. از همین خاطر الحکمت فی الخلق الجن والانس گفته مسائل میکشه. حکمت آفرینش انسانها و جنیات توحید بوده است. یکی از فایده به وجود میاد که حتی انسانها و جنیات به خاطر توحید آفریده شده است.
دیگر از اینجا معلوم می شود که الله خلق کرده است، به یک هدف خلق کرده است. و بعد دوم و قوله تعالی، و قوله تعالی هم گفته می شود و قوله تعالی هم گفته می شود. و قوله که شد اینجا عطف می شود به و قولی. اگر قوله شد عطف به کتاب می شود، به ابتدا و به مبتدا می شود که اونجا هست. و قوله و سخن الله سبحانه و تعالی که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به تحقیق ما فرستادیم، ولقد یعنی به تحقیق، بعثنا فرستادیم فی کل امت رسولا در میان هر امتی پیامبرانی را، در میان هر امتی پیامبران را فرستادیم. پس از اینجا ببینید که ان العبادة هي التوحید لان الخصومة فيه. از اینجا معلوم می شود که یعنی توحید در آیت اول ای بوده که حتی انسان به خاطر توحید آفریده شده است. دوم در این آیت نشان می دهد که حتی پیامبران به خاطر این توحید فرستاده شده اند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، و به تحقیق ما فرستادیم در میان هر امتی پیامبرانی را. چی می گفتند؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عبادت بکنید الله را و اجتناب بکنید از طاغوت. آمدن پیامبرها اینمی بوده. بزرگترین آن چیزی را که اینا امر میکردن توحید بود و بزرگترین چیزی را که نهی میکردن طاغوت بود. طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی کهان، طاغوت یعنی کسی که به طرف خودش مردم به طرف عبادت خودش دعوت می‌دهند. طاغوت یعنی کسی که به طرف مطلقاً به سوی طاعتش مردم را دعوت می‌دهند. طاغوت گاهی به شکل سنگ است، گاهی به شکل انسان است، گاهی به شکل چوب است و حجر است و گاهی هم به شکل شیطان، اینها جن و بالاخره این و آن می باشد. که چنانچه فرعون گفته بود انا ربکم الاعلی، من رب بلند مرتبه شما هستم، به شکل شخص آمده. اینجا میگه ولقد بعثنا، و به تحقیق ما فرستادیم فی کل امت رسولا در میان هر امتی پیامبرانی را. از این آیت استدلال میکنن علما که در اینجا پیامبران به شکل عمومی از اول تا به آخر، از اول تا به آخر برای یک چیز فرستاده شدند که به شکل عمومی به خاطر توحید، به خاطر امر به توحید و اجتناب از طاغوت فرستاده شده اند. به خاطر امی هست که میگه الانبیاء اخوة اخلات یا اعلاتی، برادران اعلاتی یعنی پدر یک و بالاخره و مادر جدا می باشند. چگونه ای که یا همه ایشان در یک نکته هستند، برادران یک دیگرند در دین. چرا؟ و دینهم واحد، و دین از اینها یکی هست، دینشان یکی هست. همه انبیا در اینمی مسئله دینشان یکی است، توحید را دعوت میدادند و از شرک و طاغوت مردم را منع میکردند. اینجا دعوت عمومی، اینجا نهی دعوت عمومی ثابت میشه که همه پیامبران به خاطر این توحید فرستاده شده است. پس از اینجا معلوم شد که آفرینش انسان و جن به خاطر توحید، ارسال پیامبران به خاطر توحید بوده است.
ارسال پیامبران به شکل عمومی و خاص این چی بوده؟ به شکل خاص و عمومی. این البته از جمله هدف اونمو توحید بوده و به خاطر توحید فرستاده شده. این دو نکته. درباره طاغوت واجتنبوا الطاغوت بسیار حرفهای را علما تو بالا میکنند، اینجا جایش نیست که ما بگنجانیم، ولیکن اونموست که طاغوت کل ما یعبد من دون الله و هو راض من معبود مطبوع او مطاع. بالاخره از اینجا معلوم می شود که طاغوت هر آن چیزی که به غیر از الله عبادت می شود و در حالی که او راضی هست. از اینجا کل ما یعبد من دون الله، هر آنچه که عبادت به غیر از الله می شود این طاغوت میگه. اینجا که و هو راض، در حالی که او راضی هست، اینجا پیامبران خارج می شود. خارج از طاغوت بودن پیامبران خارج می شود. زمانی که ما بگوییم که هر چی که عبادت شود طاغوت است، اینجا باز پیامبران خود داخل میشه. این قید را که بگذاریم که و هو راض، در حالی که او راضی هست، او طاغوت می باشد، باز اینجا باز پیامبر گرد می شود و همچنان هر چی که راضی باشد. از این چرا؟ به خاطری که پیامبران در اینجا داخل طاغوت نشود، به خاطر امی ما ایره نکته را ذکر میکنیم. و بعد آیت بعدی را میگه که و قوله تعالی، قول الله سبحانه و تعالی را میاره که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. و فیصله نموده رب تو که این که عبادت نکنید مگر الله را عبادت بکنید، خاص الله را عبادت بکنید. یعنی و قضا به معنای فیصله است. در اینجا فیصله نموده ربک، رب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، الا تعبدو، این که عبادت نکنید، الا ایاه، مگر خاص الله را عبادت بکنید. و در پهلوی عبادت و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادرتان خوبی بکنید. در اینجا ببینید سومین نکته در کتاب توحید را آورده. پس از اینجا معلوم می شود که یعنی این امر الهی بوده است. امر الهی اونجا خو هدف آفرینش انسان عبادت، هدف ارسال رسول و پیامبران عبادت و توحید. و اینجا پس اون اللهی که آفریده است اینجا حکم به توحید شده است. باید انسان الله را به یگانگی عبادت بکند، خاص الله عبادت شود، لیکن در پهلویش نشود که نزدیکترین افراد و مخلوقاتی که مخلوق است برای انسان دلسوز و بالاخره با در بخور و تربیت کننده انسان در روی زمین و در دنیا می باشد پدر و مادر می باشد. لیکن میگه متوجه شوید اینجا امر الهی است که و بالوالدین احسانا، و در متعلق پدر و مادرتان شما نیک رفتاری بکنید. پس در مورد توحید ای است که فیصله الله ای است که الله عبادت و الله به یگانگی شناخته شود و عبادت شود. و یک آیت دیگر در اینجا ذکر میکند وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، و عبادت بکنید الله را و شریک مقرر نکنید به الله چیزی را. اینجا تا به اینجا خود درباره هدف انسانها توحید، انسان و جن توحید بوده است. و بعد از او دیگه حکمت خلقت انسانها و جنیات توحید بوده است و دیگه ارسال پیامبران به خاطر توحید بوده است و امر الهی توحید به خاطر توحید بوده است. و بعد در آخر چیزی که ضد توحید است یک آیت را می آورد که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا.
پس از اینجا معلوم می شود که قضا و فیصله الله ای بوده که غیر الله را عبادت نکنید. پس شما فیصله بالایتون است که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت بکنید الله را و شریک مقرر نکنید به الله هیچ چیزی را. این سوره البته سوره اسراء آیت 23 و 24 می باشد. و بعد از این آیت این معلوم شد که این جالب بود. و بعد از او آیت بعدی را میاره که این هم در این مسئله توحید میچرخد که در این آیت الله سبحانه و تعالی میگه که قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیایی اتلوا ما حرم علیکم، تا اینکه من تلاوت نمایم آنچه که حرام کرده رب شما بر بالای شما چی هست در قدم نخست امین وصیت مرزده رسول الله صلی الله علیه و سلم و وصیت الهی بالاخره بیان کرده الله چی هست؟ الله این چیز ما حرم ربک علیکم الا تشرکوا، این که شما شریک مقرر نکنید به به الله شیئا، هیچ چیزی را، نه سنگ و نه چوب و نه حجر و بالاخره نه هیچ چیزی را، لیکن و بالوالدین احسانا و با پدر و مادرتان نیکویی بکنید، نیکو رفتار بکنید. این از جمله چند چیزی که در قدم نخست شریک قرار ندهید، که اون چیزی که حرام قرار داده برای شما این است که شرک حرام می باشد. و بعد از او آیت تمام شد. مصنف رحمه الله در قدم نخست آیاتی را ذکر کرد به شکل مختصر تا اینکه درس درست پیش برود، به خاطر امی مختصر ذکر کرد این آیه. پس از اینجا معلوم شد که از این آیاتی که تلاوت شد، از این آیاتی که ما دیدیم، از اینجا معلوم شد که این مصنف رحمه الله واقعا این را بیان کرد برای ما که حکمت جن و انس، حکمت جن و انس به خاطر توحید بوده است، آفرینشش. دومی را برای ما بیان کرد که عبادت عبارت از توحید می باشد. چگونه ای که کتاب التوحید را که گذاشت، بعد از او آیت عبادت را در پایین ذکر کرد. دیگر از اینجا معلوم می شود که عبادت در نزد محمد ابن عبدالوهاب عمومیت داشته است، نماز و روزه و همه را در بر می گیرد. دیگر از اینجا معلوم شد که آمدن پیامبران حتی به خاطر عبادت بوده است. از این آیاتی که تلاوت شد اینا میگم یک حدیث را از ابن مسعود رضی الله عنه آورده، میگه من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی الله علیه و سلم التي علیها خاتمه، ببینید کسی که خوشش میاد اراده میکند که اینکه ببیند به سوی وصیت محمد صلی الله علیه و سلم، وصیتی که التي وصیتی که علیها خاتمه بر او امو خاتم مهر زده از او هست، فلیقرأ، پس باید قرائت بکند قوله تعالی، قول الله سبحانه و تعالی را که قل تعالوا اتلو، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما. در اینجا میگه کسی اراده میکند که اینکه ببیند به سوی وصیت محمد صلی الله علیه و سلم التي وصیتی که علیها خاتمه و نمو خاتمه که ختم مهر پیامبر صلی الله علیه و سلم بالایش او چیست؟
فلیقرأ قوله، باید قرائت بکنند قول الله سبحانه و تعالی را که قل تعالوا، بیایید بگو بیایید اتلو ما بخوانم برای شما، میخوانم چی را؟ ما حرم ربکم، آنچه که الله حرام قرار داده رب شما علیکم بر شما، الله تشرکو، اینکه شریک مقرر نکنید، به شیئا، با الله چیزی را شریک مقرر نکنید، تا به قول الله سبحانه و تعالی که و ان هذا صراط مستقیما، و یقینا این راه مستقیم می باشد، این راه من راه مستقیم می باشد. دومین حدیث را از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکنه، قال میگه كنت ردیف نبی صلی الله علیه و سلم، در جای دیگر ردف میخوانه، بهترش هم است که ردف نبی صلی الله علیه و سلم بخوانید، ردیفه می شود، لیکن دیگه ردفه بخوانید، ردفه، یا اینجا گفته ردیفه، اینجا نوشته کرده، لیکن بهترش هم است که ردفن نبی صلی الله علیه و سلم. در عقب قنچه سوار نبی صلی الله علیه و سلم بودم، یعنی در عقب پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم، سواری ده حالا حمارین بر بالای مخر دیگه. فقال لی، پس گفت برای ما، یا معاذ، و ای معاذ، اتدری ما حق الله علی العباد، یا میفهمی که چی از حق الله بر بالای بندگانش، و ما حق العباد علی الله، و چی از حق بندگان بر بالای الله؟ قلت، گفتم میگه الله و رسوله اعلم، الله و رسولش داناتر و آگاهتر می باشد. قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، فان حق الله، پس یقینا حق الله چیست؟ علی العباد، بر بندگانش است که ان یعبدوه، این که الله را عبادت بکنن، ولا تشرکوا به شیئا، دوم در و شریک مقرر نکنن به الله چیزی را، و حق العباد علی الله، و حق بنده بر بالای الله است که الله یعذب من لا یشرک به شیئا، الله عذاب ندهد دو کسی که شریک مقرر نکرده به الله چیزی را. فقلت، پس گفتم میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، افلا ابشر الناس، ببینید اینجا میگه ما بشارت ندهم مردم را؟ قال، گفت لا تبشرهم، اونها را خوشخبری ندی، فیتکلوا، پس اونها با میگه تکیه میکنن و پشتکارشان میروه. بالاخره اخرجه فی صحیحین، حدیثی را در صحیحین خارج کرده، و همچنان مسلم هم بیان کرده در حدیث سیوم، در اونجا ذکر شده است. پس از اینجا معلوم شد که فوائدی که در اینجا هست، فیه مسائل، در این مسائل ها می باشد. الاول الحکمت فی خلق الجن والانس، حکمت در آفرینش جنیات و انسان ها بیان شد که در این باب و این مسئله فهمیده شد که برای عبادت و برای توحید بوده است. دوم نکته مسئله از اینجا میبره که ان العبادت هی التوحید، عبادت و عبادت از توحید می باشد، لان الخصومت فیه، به خاطر که جنگ و جدال به خاطر این می بوده است. سوم ان من لم یأتی به لم یعبد الله، کسی که نمیاد به آنچه که عبادت نمیکند الله را، ففی معنا قوله، در این معنای قول رسول سبحانه و تعالی است که ولا انتم عابدون ما اعبد، نیستی شما چیزی که من عبادت میکنم شما عبادت بکنید، نیستید اونچنین. الرابع، چهارمین مسائلی است که الحکمت فی ارسال الرسول، حکمت در متعلق آفرینش انسان ها، و حکمت در آفرینش ما خو عبادت الله بوده، حکمت در آفرینش در روان کردن رسول چی بوده؟ ارسال رسول ایرا بیان میکنه که توحید بوده. پنجم ان الرسالت عمت کل امت، رسالت چیزی که ایرا عموما تمام امت ایرا دیده هست و عموم می باشد، برای عام می باشد، برای هر ملتی و هر امتی. انشاءالله باز درسی مسائلی از این در درسی آینده انشاءالله مورد بررسی قرار میدهیم. و بالله تعالی و توفیق.